الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام الموحدين الذي بعث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سبحانه و تعالی این حلقه 32 از آموزش توحید است و ان شاء الله سبحانه و تعالی در این حلقه به شما نمودهای تقسیمات توحید را بیان خواهیم کرد، یا که بگوییم اصطلاحات و طرق و راههایی که اهل علم در نمودهای توحید به کار گرفتند. اهل سنت و الجماعت در تقسیم نمودن توحید یک چند راه را اختیار نمودند که این راهها و این تقسیمات توحید به همدیگریش هیچ ضدیت و تعارضی ندارد. طریق اول، یکمین نمود تقسیمات توحید. علمای هستند از علمای اهل سنت و الجماعت که تقسیم میکنند توحید را به دو قسم. میگویند توحیدی که ما باید بدانیم، بفهمیم، عمل بکنیم و در همین نمودها شرک را انجام ندهیم، این دو نمود توحید است. بارک الله فیکم. یکم نمودش گفتند توحید علمی، خبری یا نظری، توحید معرفت و الاثبات. ببینید یکم نمود توحید یک چند نام دارد. علمی، توحیدی که علما باید بدانید، توحیدی که باید بدانید و بفهمید، عمل وجود ندارد. یا خبری هست، توحیدی که الله خبر داده است از خودش که باید من شما بدانیم. توحید معرفه و اثبات هم گفته می شود، شناخت الله و اثبات الله سبحانه و تعالی. وقتی که ما علمی و خبری میگویم، مقصد این است که متعلق این نمود توحید متعلق به علم است، به خبر است، به معرفت و شناخت است. مثلا معرفت الرب عز و جل. و اثبات نمودن اسماء الله سبحانه و تعالی و صفات الله سبحانه و تعالی. این نمود توحید توحید علمی یا خبری یا توحید معرفه و اثبات، این یک نمود توحید در درونش دو نمود توحید را در بر میگیرد. توحید ربوبیت و افعال، یعنی الله سبحانه و تعالی تنها خودش خلق کرده است، تنها خودش زنده می کند، تنها خودش می میراند، تنها خودش منفعت می بخشد و تنها خودش ضرر می دهد. یعنی تمام ضررها و منفعتها از جانب الله است، رزق دهنده الله است. این توحید ربوبیت است. و دومین نمود توحید اسما و صفات است که نامهای الله و صفاتهای الله است. بمانند اینکه الله خالق است، مدبر است، محیی است، ملیک است، الرحمن، السلام، العزیز، الحکم. این نامهای الله سبحانه و تعالی است. ببینید یکم نمود توحیدی که علما میگویند توحید علمی هست، هم توحید ربوبیت و هم توحید اسما و صفات را در زیرش داخل میکنند. از همین جهت دو نمود توحید در زیر یک نمود توحید میدراید. از همین جهت توحید را به دو قسم تقسیم میکنند. میگویند یعنی توحید ربوبیت و توحید اسما و صفات هر دویش داخل می شود به درون یک نمود توحید که توحید علمی یا خبری یا توحید معرفت و اثبات است. بارک الله فیکم. پس بعضی از علما در این نمود تقسیم توحید اسما و صفات را به توحید ربوبیت داخل کردند و گفتند که اسما و صفات
به توحید ربوبیت باز میگردد، متعلق به رب هست و حقیقت ربوبیت این افعال الله سبحانه و تعالی هست که باز میگردد به اسما و صفاتش. پس وقتی که گفتن ما توحید رو عملی میگیم، توحید ربوبیت میگیم، به درونش اسما و صفات هم داخل میشد. پس این دو نوع توحید رو، توحید ربوبیت و توحید اسما و صفات رو، یک قسمی واحد یا یک قسمی یگانه کردند. بارک الله فیکم. و گفتند این هر دوش یک نمود توحید است. و دومین نمود توحید، قسم توحید، دومین قسم توحید در نزد این علما توحید عملی است. یا این نمود توحید رو باز میگن توحید الاراده و الطلب و القصد. و مقصد از توحید عملی گفتند عمل، یعنی تعبدی، عملی تعبدی، همه اون عملهایی که به خاطر عبادت انجام داده می شود باید به الله انجام داده شود. توحید عملی یعنی عملمون رو تنها به الله سبحانه و تعالی انجام میدیم. عملهای تعبدی که برپا می شود در اساس اراده، در اساس قصد و طلب. اراده، قصد، طلب. اراده کردن، خواستن، قصد کردن و حرکت کردن، طلب نمودن، توجه کردن، خضوع کردن و خاکساری و شکسته شدن در نزد چیزی، این همه اش عبادت است که باید به الله انجام داده شد. اراده و قصد یعنی چی؟ اراده بنده و قصد بنده و طلب بنده. بنده بجز الله کسی را اراده نداشته باشد، کسی را قصد نکند، به سوی کسی حرکت نکند، از کسی از مخلوقین طلب نکند، قصد نکند، طلب نکند، اراده نکند بجز الله چیزی دیگری را، تنها الله را. و این نمود قسم توحید عملی و توحید اراده و طلب و القصد، این نمود توحید معروف به توحید الوهیت است یا توحید عبادت یا توحید العباد، که این متعلق به فعلهای بنده است. این متعلق به بنده ها، به من و شما هست. یکم قسم توحید که توحید ربوبیت و اسما و صفات بود، این به الله سبحانه و تعالی تعلق دارد. و دومین قسم توحید که توحید الوهیت است، این به من و شما بندگان تعلق دارد، به فعلهای من و شما، به فعلهای بنده های مکلفین. یعنی ما عملهای من رو تنها به الله سبحانه و تعالی انجام میدیم. این یکم نمود تقسیمات در بعضی از علمای اهل سنت و الجماعت بود. پس از این فهمیده می شود که بعضی از علمای اهل سنت و الجماعت توحید را دو قسم گفتند، توحید علمی و توحید عملی. و در زیر توحید علمی ربوبیت و اسما و صفات را داخل کردند، دو توحید را یک توحید گفتند. و در زیر توحید عملی گفتند توحید الوهیت را داخل کردند، توحید اراده، قصد، طلب و غیره. این نمود تقسیمات وجود دارد در کتاب‌های عقیدوی، در بیان شرح و توضیحات توحیدی وجود دارد. از همین جهت وقتی که این نمود تقسیمات توحید را شما میبینید یا میشنوید، شما غرابت نکنید یا شما نگویید که این غلط است، نگویید که این خطا است، این کار نکنید، برای که این هم از منهج اهل سنت و الجماعت است. این نمود تقسیم هم وجود دارد. دومین نمودی تقسیمات اهل سنت و الجماعت، راه دوم که بسیاری علمای اهل سنت و الجماعت در همین دومین نمود تقسیم توحید هستند که میگویند توحید به سه قسم تقسیم شد. یکم توحید الوهیت، دوم توحید ربوبیت، یا که بگیم یکم توحید ربوبیت، دوم توحید الوهیت. اما از نظر اهمیتش، مهم بودنش، که دین، شریعت، آمدن رسول الله، قرآن و همه‌اش به خاطر توحید الوهیت بود. اولا توحید الوهیت، دوم توحید ربوبیت و سوم توحید اسما و صفات است. فرق بین این تقسیم دوم و تقسیم اول این است که علمای اهل سنت و الجماعتی که در تقسیم بندی توحید را دو قسم گفتند، در اول بیان نمودیم، توحید اسما و صفات و توحید ربوبیت را یک توحید گفتند. هر دوش یک توحید گفتند. توحید اسما و صفات را به درون توحید ربوبیت داخل کردند. این کار نکردند، داخل کردند، گفتند توحید اسما و صفات از توحید ربوبیت است.
برای همین گفتن توحید الوهیت و ربوبیت یا عملی و علمی. اما این قسم دوم از علمای بسیار از علمای اهل سنت که توحید را 3 قسم گفتند، همه اش را جدا جدا علاهیده ذکر کردند و توحید اسما و صفات را از درون ربوبیت جدا کردند و بیرون ذکر کردند. بارک الله فیکم. پس از همین جهت هیچ اختلاف بین این تقسیم بندی دوم و بین تقسیم بندی اول که یکی اش توحید را 2 قسم میگوید و دیگرش توحید را 3 قسم میگوید وجود ندارد. این اصطلاح هست، یک قاعده هست. بعضشون 2 تا گفتند لیکن تمام نمود توحید در درونش هست، انکار نکردند. بعضی از علما توحید را 3 قسم گفتند و یگان نمود توحید را انکار نکردند. پس این یک نامگذاری بود که لا مشاحة فی الاصطلاح، در اصطلاح در تقسیم بندی نامگذاری هیچ اختلاف وجود ندارد. و راه سومین نمودی تقسیم کردن توحید هستند علمای اهل سنت و الجماعت، و این هم علمای کم نیستند، علمای زیادی اهل سنت و الجماعت هستند که میگویند که اینچنین در تقسیم بندی توحید ما میگوییم اساس توحید 3 است: توحید الوهیت و توحید ربوبیت و توحید اسما و صفات. اما توحید 4 را هم به خاطر اهمیت بزرگش، به خاطر اینکه مسلمان ها فراموش کردن ذکر میکنیم و یک نمود دیگر را به توحید سوم، یعنی به توحید سگانه یک نمود دیگر را اضافه میکنیم و این گفتند 4مین نمود توحید است: توحید المتابعه. توحید المتابعه، توحیدی یگانه پیروی کردن از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم. این نمود توحید نامگذاری می شود به توحید الرسول یا توحید المرسل یا توحید اتباع یا توحید المتابعه. این نمود توحید همین مقتضا و طلبات شهادت ان محمد رسول الله است. یعنی توحید متابعت خود به خود پیدا نشده است، بلکه همین شهادت ان محمد رسول الله که میگوییم، طلبات ان محمد رسول الله، مقتضای این شهادت همین است که ما باید یگانه تنها به محمد صلی الله علیه وسلم پیروی بکنیم، متابعت بکنیم، اتباعش باشیم. بارک الله فیکم. یعنی خلاصه سخن این است که در این نمود توحید متابعه، خلاصه سخن این است که الا نعبد الله الا بما شرع لنا رسوله صلی الله علیه وسلم. عبادت نکنیم الله سبحانه و تعالی را بجز به همان شریعتی که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به ما شریعت کرده است. یعنی الله را عبادت بکنیم تنها با نشان داده رسول اکرم صلی الله علیه وسلم، به واسطه منهج رسول اکرم صلی الله علیه وسلم. به الله نزدیک شویم به واسطه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم. الله را عبادت بکنیم به اتباع رسول اکرم صلی الله علیه وسلم، به چنگ زدن به سنت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم. برای همین فضیل ابن عیاض، یکی از کبار تابعین، میگویند هر کسی که اخلاص در عبادت دارد اما پیروی از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نمیکند، عبادتش را خودش به وجود آورده است، عبادت بدعتی است، این عبادتش قبول نیست. چرا که الله را به واسطه رسول الله عبادت نکرده است. به واسطه رسول الله گویم معناش این نیست که رسول الله را وسیله بگیرید، وسیله‌ای که بعد از مرگ در زیر قبر، این شرک است. به واسطه قبر یعنی پیامبر را یا اولیاء یا کسی را وسیله گرفتن، این شرک است. در اینجا به واسطه سنت رسول اکرم صلی الله علیه و میگیم، یعنی اون شریعتی که، اون احکامی که، اون حلال و حرامی که، اون حکمی که، اون اخلاقی که، اون عبادت‌هایی که رسول الله به ما خبر دادند، باید به همون عبادت‌ها چنگ زنیم و به الله نزدیک شویم. از پیش خود چیزی دیگری آماده نسازیم، یا سخنی کسی را از سخن پیامبر افضل ندانیم یا برابر سخن پیامبر ندانیم، حکم کسی را از حکم پیامبر صلی الله علیه و سلم افضل یا برابر یا جایز ندانیم. این همه اش نابود شدن توحید متابعت است، همه اش شکستن توحید متابعت و مشرک شدن و کافر شدن انسان است. و این چنین یک انسان سنت را عمل بکند اما اخلاص در توحید، اخلاص در عبادت نداشته باشد، یعنی توحیدی مرسل نداشته باشد، در اینجا توحید ربوبیت، الوهیت و اسما و صفاتش نباشد، یگان نمود این توحید، باز عبادتش قبول نیست. به این نمود توحید متابعت، 4مین نمود توحید، دلیل زیاد است. این علما هم از پیش خودشان این نمود توحید را
به شما بیان نکردند. بلکه سوره حشر آیه 7 به همین دلالت میکند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. هر آن چیزی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به شما آوردند و دادند بگیرید و چنگ بزنید و قبول بکنید و عمل بکنید، و هر آن چیزی که نهی کردند حتما باز ایستید، یعنی امرهای الله را به جا بیارید، حرام کرده های الله را ترک بکنید. این دلالت میکند که ما باید اطاعت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را 100% انجام بدهیم. و این چنین الله سبحانه و تعالی میگوید در سوره نساء آیه 82 من یطع الرسول فقد اطاع الله. هر کسی که رسول را محمد صلی الله علیه و سلم را اطاعت بکند به تحقیق الله را اطاعت بکرده است. مفهوم المخالفه این آیت چیزی که در علم اصول فقه این قاعده وجود دارد، مفهوم المخالفه معنای درون این آیت دلالت میکرد که هر کسی که رسول الله را اطاعت نمیکند الله را اطاعت نکرده است. و در سوره نور آیت 63 الله بیم میدهد هر کسی که مخالفی امر رسول الله صلی الله علیه و سلم را پیروی میکند فلیحذر الذین یخالفون عن امره. برحذر باشید، احتیاجی باشید ای کسانی که مخالفت از امر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میکنید که به شما در این دنیا فتنه و در عذابی و در روز قیامت عذاب بزرگی است. در این دنیا فتنه علما میگن گمراه شدن است. هر کسی که مخالفتی هدی و منهج و شریعت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میکند در این دنیا به فتنه گرفتار میشود، یعنی روز به روز گمراه تر شدن میگیرد، روز به روز گمراه میشود. برای همین ببینید انسان هایی را که از سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خودشان را دور میگیرند، از سنت خوششان نمی آید، از حکم شریعت، از حکم الله، از هدی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، از حکم رسول الله صلی الله علیه و سلم خوششان نمی آید، دیگر راه و دیگر منهج و دیگر هدی و دیگر حکم را اختیار کردند، روز به روز گمراه می شوند، گمراه تر شدن می گیرند تا اینکه از دین، از شریعت بیرون می شوند و خودشان را، مکانشان را، مأوایشان را جهنم قرار می دهند. این فتنه است، فتنه گمراه شدن است. در سوره نساء آمده است این چنین آیت 64 که الله سبحانه و تعالی میگه و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. ما رسول را نفرستادیم مگر اینکه حتما اطاعتش بکنید به اذن الله سبحانه و تعالی. یعنی الله رسول را اجازه داد، فرستاد که شما حتما اطاعت بکنید. ای مردم، وقتی که اطاعت نکردید پس دلالت میکند که شما دینتون نابود میشود. و اطیعوا الله و اطیعوا الرسول سوره مائده آیه 92 الله را اطاعت کنید و رسول الله را اطاعت بکنید. همه این آیات ها دلالت میکند که الله و رسول الله را ما باید همراه اطاعت بکنیم. هر کسی که الله را اطاعت میکند رسول الله را اطاعت نمیکند و خودش را موحد میگوید این دروغ است و موحد نیست و توحید متابعت ندارد. اینچنین در سوره نساء آیه 115 الله ذکر میکند و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین نولیه ما تولى و نصلیه جهنم و ساءت مصیرا. هر کسی که سرکشی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میکند بعد از آشکار شدن حق و هدایت، بعد از آشکار و بیان شدن حق باز سرکشی از رسول الله میکند، نافرمانبرداری از رسول الله میکند و پیروی از غیر راه مؤمنین میکند، از غیر راه رسول الله و از غیر راه مؤمنین به دیگر راه میرود، دیگر راه و دیگر انسان را پیروی میکند، الله میگه نولیه ما تولی و جای این و نصلیه جهنم، جای جهنم است، کفر میشود. پس این نمود توحید خارج از توحید خاص به الله سبحانه و تعالی است. یعنی ما گفتیم توحید ربوبیت، الوهیت، اسما و صفات، این نمود توحید ها همه اش به الله سبحانه و تعالی تعلق دارد، همه اش به الله سبحانه و تعالی تعلق دارد که این نمود توحید را توحید المرسل میگن. یعنی توحید ربوبیت، توحید الوهیت، توحید اسما و صفات، این همه نمود توحید های خاص الله است. یعنی توحید ربوبیت و اسما و صفات از آن الله است و توحید افعال عمل بندگان که خاص به الله باید انجام داده شد. اما این نمود توحید چهارم، توحید متابعت، این نمود را توحید المرسل میگن. این توحید الرسول یعنی یگانه پیروی کردن رسول صلی الله علیه و سلم که بیرون از دیگر توحید ها است. بارک الله فیکم. پس علما از همین جهت گفتند، بعضی از علما یا بسیاری از علما گفتند که
توحید المتابعت هم وجود دارد. و امروز بنده فکر میکنم و از این سخنهای علما میگیرم و میگویم که امروز ما طالب علمان وقتی که توحید را بیان میکنیم باید این نمود توحید متابعت را ذکر بکنیم، از سبب فراموش شدن این توحید در بین مردم. زیرا امروز میبینید که سبحان الله مسلمان ها احکام رسول الله صلی الله علیه وسلم، سنت های رسول اکرم صلی الله علیه وسلم را به یک طرف گذاشته اند و به دیگر حکم و به دیگر احکام و به دیگر سنت ها چنگ میزنند، یعنی به دیگر انسان ها چنگ میزنند که البته این همه کفر است. از همین جهت امروز این خاص به ذکر باید باشد. و چهارمین نمود تقسیم توحید هستند علمایی که بر بالای این 4 نمود توحید نمود پنجم را ذکر کردند و گفتند توحید الحاکمیه، یعنی گفتند توحید ربوبیت، توحید الوهیت، توحید اسما و صفات وجود دارد. اصل تمام توحیدها همین توحید است و این توحید مرسل است. اما گفتند یا توحید مرسل هست، یعنی توحید الوهیت، توحید ربوبیت، توحید اسما و صفات را گفتند توحید مرسل یا مرسل هست، این قبول میکنیم، اقرار میکنیم. و این چنین توحید دیگر که توحید المرسل هست، توحید متابعت هست، این را هم قبول میکنیم. اما بر بالای این یک نمود دیگر توحید را ذکر میکنیم که از درونی همین توحید است، از درون توحید علمی، خبری، معرفت و اثبات، از درون توحید عملی، توحید طلب، اراده، قصد، یا که بگیم این توحید حاکمیه از درون توحید ربوبیت است، هم از درون توحید الوهیت و هم از درون توحید اسما و صفات و این چنین هم از درون توحید مرسل هست که توحید متابعت گفته میشه. بارک الله فیکم. یعنی ببینید تمام نمود توحید را علما گفتند یا توحید مرسل یا توحید مرسل. توحید مرسل توحید هایی که توحید ربوبیت، الوهیت، اسما و صفات است و حاکمیت هم به هم داخل میشد، و توحید مرسل توحیدی که توحید متابعت از رسول اکرم صلی الله علیه و آله است. پس گفتند این نمود توحید را باز اضافه میکنیم و نمودهای توحید را 5 گانه میگوییم. توحید ربوبیت یکم، دوم توحید الوهیت، سوم توحید اسما و صفات، چهارم توحید متابعت، پنجم توحید حاکمیت، توحید الحاکمیه یا توحید حکم گفتند. توحید حاکمیت این چگونه توحید است؟ توحید حکم، یعنی یگانه به حکم الله سبحانه و تعالی حکم کردن، نظام را اداره کردن، دولت را اداره کردن، حلال و حرام را تنها به حکم الله جاری کردن، جنایت ها را تنها به حکم الله و رسولش جزا دادن و مردم را در زیر حکم الله حکم کردن و نگه داشتن، محکمه ها به حکم الله حکم کردنش. این توحید حاکمیت است. و این چنین قانون برآوردن، بگوییم قانون برآوردنی که از قانون الله باشد، یعنی دولت داریه که قانونش از قانون الله باشد، مخالف قانون الله قانونی دیگری نبرآورده باشد. حکم الله، توحید الحاکمیه، این توحید حکم است، توحید شرع هست، توحید دین هست، توحید امر و توحید نهی الله سبحانه و تعالی است. یعنی یگانه به حکم الله، یگانه به شریعت الله، یگانه به دین الله، یگانه به امر الله و به نهی الله، یگانه به حرام کرده الله و حلال کرده الله حکم کردن و مردم را اداره کردن که این متعلق به حکم الله است، به شریعت الله است، به دین الله است و این حکم این چنین متعلق به هدی و منهج رسول الله صلی الله علیه و آله است. و حقیقتا نظر بکنیم توحید الحاکمیه این یک قسم مستقل نیست که از دیگر توحیدها جدا باشد. این نمود توحید حاکمیت یک قسم مستقل نیست که از دیگر نمود توحیدها جدا باشد، بلکه این نمود توحید حاکمیت یا توحید حکم داخل می شود به دیگر نمودهای توحیدهایی که پیش ذکر کردیم. هم یعنی این توحید حاکمیت گفتیم از داخل می شود به توحید ربوبیت، داخل می شود به توحید الوهیت، به توحید اسما و صفات و توحید هادی و که توحید المتابعه. اما از سبب
در این روز حاجتش زیاد بودن از سبب اینکه امروز مسلمان ها این نمود عبادت را فراموش کردند و به همین واسطه به شرک واقع شدند و این نمود توحید را ترک کردند و به شرک حکم دست زدند. از همین جهت علما مستقل جداگانه آوردند و ذکر کردند تا که مردم باز به یادشان برسد، تا که مردم دوباره چنگ بزنند. بارک الله فیکم. پس با همین این حلقه را به پایان میرسانیم و در حلقه آینده به شما سببهای الهیده ذکر کردن توحید حاکمیت را به شما بیان میکنیم. پس شما فهمیدید که تقسیم بندی توحید در نزد اهل سنت و الجماعت 4 نمود بوده است. بعضی از علما میگفتند توحید به 2 قسم تقسیم می شود، بعضی از علما میگفتند توحید به 3 قسم تقسیم می شود، بعضی از علما به بالای این 3 قسم یک قسم دیگر را اضافه کرده میگفتند به 4 قسم و بعضی از علما به 5 قسم تقسیم میکردند و این تقسیمات به همدیگریش هیچ ضدیت تعارض ندارد. ما باید علما همچنین بفهمیم. اما هستند انسان هایی که از مرجعه ها، از جهمی ها، از مدخلی ها این تقسیمات را خطا میفهمند، از سبب جهلشان نمیفهمند، درک کرده نمیتوانند تقسیمات علما را. و این چنین هستند خوارج هایی که باز اینها را هم میبینیم که این نمود تقسیمات را درک کرده و فهمیده نمیتوانند. منهج صحیح و سالم منهج اهل سنت و الجماعت است که همه این نمود تقسیمات را قبول میکند، برای آنکه همه اش یک چیز را بیان میکند. اما بعضی از علما مختصر کردند و بعضی از علما وسیع‌تر کردند. به مرور زمان